افشای حقایق و تازه باور نکردنی درباره لیما امیری و حسام فرزان و محفل نامزدی حسام فرزان با عالیه انصاری به طور رسمی در کشور کانادا. کنسرت جدید عالیه انصاری با حسام فرزان که اصلا باورتان نخواهد شد، رازهای بزرگ زندگی حسام فرزان بالاخره فاش شد. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام و کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. حسام فرزان یکی از هنرمندان خوش صدای افغان که کار هنر آوازخوانی را با اشتراک در برنامه ستاره افغان تلویزیون طلوع آغاز کرد و توانست در این برنامه رقابتی خوب بدرخشد و مقام ششم را از آن خود کند. حسام فرزان آهنگ‌های می سرود ولی رفتارش با مجریان تلویزیون جهانی طلوع خیلی خوب بود. اما فکر می‌کردند گویا رابطه عاشقانه میان لیما امیری و حسام فرزان وجود دارد، ولی بارها حسام فرزان آهنگ‌های دوگانه با عالیه انصاری سرود و آهنگ‌های دوگانه عالیه انصاری با حسام فرزان در میان مردم افغانستان گل کرد. جدیداً تصاویر عالیه انصاری و حسام فرزان از کنسرت مشترکشان در کشور کانادا نشر می‌شود که عالیه انصاری دست حسام فرزان را بار دیگر گرفته است و ابراز عشق و محبت برای این جوان کرده است. عالیه انصاری هنرمند خوش صدای افغان است که شهرت و محبوبیت خوبی دارد. وی بعد از آن که از همسر اولش جدا شد و کارهای هنریش آغاز کرد. وی کنسرت‌هایی در سرتاسر جهان برای دوستداران و طرفداران صدایش برگزار می‌کند که مورد حمایت و استقبال گسترده قرار می‌گیرد. من آرزوی موفقیت، سعادت و خوشبختی برای هر دوی این دو جوان تمنا دارم. عزیزان و دوستان خوبم، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای شما نازنینان تمنا دارم. تا درود دیگر همه شما خوبان را به الله منان سپردم. موفق و کامیاب باشید.